به انرژی اعتقاد داری؟ کامنت گذاشته بودن چرا هر کی میکروفون میذاره جلوش یه هدفون میذاره تو گوشش به خودش این اجازه رو میده راجع به همین صحبت. آره من نگاه نمی‌کنم کی میگه، نگاه میکنم چی میگه. یعنی ته همه اینا میرسه به یه انسانیته. خیلی الان از ترس یه سری داستانا خیلی کارا رو نمیکنن. اگر که یارو به اون باور برسه که اصلا این وجود نداره دیگه اصلا بیا و جمعش کن. کیاس اقامه میگفتم. آره باور کن اقامه میگفتم. مکبر بودم. اصلا من تا جایی با همه چی حال میکنم که تو خودتو با من یکی بدونی. آفرین. سر همینه که اعتقادات مثلا کم رنگ میشه، اون حس واقعیت بین میره. ابراهیم رفت بوتا رو شیکون مثلا اومد تحمیل کنه. اشتباه بود به نظر من اگه قدیم من بودم. ابی بشی بریم ادامش. من یه چیز بگم، من این سوال بپرسم. نه بگو. نه بگو. من چرا تو محرم نمیتونم استوری بذارم از هیئت به نظرت؟ تو به خاطر اینکه مردم میریزن سرت، اذیتت میکنن، بهت فوش میدن یا اون یه اعتقادیه که من دارم، شاید 3 میلیارد آدم در جهان نداشته باشن، یه نفر من دارم. خب کاری به درست و غلط ندارم، الان تعیین نمیکنم چی درسته چی غلطه و اینا. من نظرم اینه تو شاید روز هالووین استوری بذاری بری مهمونی، خب من میگم باشه انشالله بهت خوش بگذره، حالت خوب باشه اونجا. نمیام بگم چرا رفتی. حالا من مثال خارجیشو میزنم، مثال ایرانیشو میزنم. برای فرض مثلا عید قدیره، خب تو استوری میذاری تبریک میگی عید قدیر رو به مسلمین. من نمیام بگم که چیه بابا من اعتقاد ندارم به این، ولی چرا روی سری اتفاقات مثل این اینقدر حجمه است که من نمیتونم بگم آقا من اینو دوست دارم، باش بزرگ شدم، اصلا رفتم تحقیقم کردم، درست و غلطشو نتونستم به نتیجه برسم، ولی 30 سال با این من بزرگ شدم، نمیتونم کاریش کنم. این به خاطر همون. حالا تو زودتر از من به این آگاهی رسیدی، منو میخوای ببری زیر سوال، نمیت میگم ولم کن، ولی دیگه فوش بهم نده. ببین فوشه به خاطر همون افراط و تفریط هست دیگه. یه جا یارو از کوره در میره، میدونی مثلا داستان چیز شده، داستان همین شده که مثلا چرا هر کی میره پشت میکروفون فلان داستان، اینم رفت این کارو کرد، اونم رفت اون کارو کرد، داستان این شکلی میشه دیگه. طرف دیگه زده میشه، اصلا یه کاری نداره اون درسته یا غلط، میدونی زده شده. آقا من دیگه. نظرم اینه آقا تو به این اعتقاد داری، من این خوشم نمیاد، حالا دلیل نمیشه با تو بعدشم بهت فوش بدم، اصلا قابل هضم نیست. میدونی کسایی هم این کارو میکنن که دم از روشن فکری میزنن، کسایی هم این حرفا رو میزنن، این حرکاتو میزنن که دم از آگاهی میزنن و تو هر رشته بگی اینا حرفی واسه گفتن. حالا برعکس حرفی که تو داری میگی، من توی محرم من یک بار اومدم گفتم که آقا من میخوام ویدیو طنز بذارم مثلا تو محرم. من 1 سال پیجم دیگه بود. من اصلا آقا من منظورم یه چیز دیگه بود، داستان یه چیز دیگه بود. خب می‌بینی من قبل این خیلی چیزا رو گفتم که خودم توش بودم، خودم لمس کردم و خودم خیلی کارا رو توش کردم، ولی من یه همچین چیزی گفتم. من 1 سال پیج نداشتم، خیلی از اتفاقات برای من بعد اون داستان به وجود اومد. خب در صورتی که این کسی که این جمله رو گفت کسیه که مثلا من یه 10 روز پیش باشگاه بودم، تو باشگاه یهو همینجوری زدم زیر مثلا چیز، داشتم مداحی میخوندم و یه مداحی مختلف میخوندم. یکی از بچهای باشگاه اومد گفت او اینا رو هم بلدی؟ گفتم داداش چی میخوای، از کی میخوای واسط بخونم؟ گفت فلانی. گفتم نه. گفت فلانی. همینجوری مداحی مختلف. گفتم هر کسی دوست داشتی بیار، من اصلا از یه آدمی که ادعای تو این داستان داره حتی بیشتر حتی مداحی حفظم. خب یه دوره‌ای از زندگیم بوده دیگه، میدونی چی میگم؟ ولی اون جمله رو من گفتم توی اینستاگرام، باعث شد 1 سال من پیج نداشته باشم، میدونی؟ پشمام. 1 سال پیج نداشتم و تبعات خیلی بدی برای من داشت. من نمیام راجع به اینجور داستانا صحبت نمی کنم توی اینستاگرام. میدونی چرا؟ چون اینستاگرام یا کلا فضای مجازی، حتی فضای واقعی هم اینجوریه. خب تو منو تا زمانی آدم خوبی میدونی که مطابق میل تو رفتار میکنم. دقیقاً. تا وقتی که مطابق میل تو رفتار میکنم آدم خوبی. من هنوز آدم خوبیم ولی شاید یه چیزی تو من وجود داشته باشه که توی تو وجود نداره
و همین باعث میشه که تو دیگه منو آدم خوبی ندونی، در صورتی که من هنوز آدم خوبی ام و چیزای خوبی دارم بهت یاد میدم. این چه اونوری چه اینوری هیچ فرقی نمیکنه. آدما اینجوری تو رو نگاه میکنن. تا موقعی که برخلاف میلشون چیزی نگفتی، رفتاری نداشتی، حرفی نزدی و از درونت یا اعتقاداتت با خبر نشدن، تو براشون آدم خوبی هستی. من اول داستان اومدم اونا رو برات تعریف کردم که چه کارهایی تو بچگی تا نوجوانی کردم. بعد اومدم بهت گفتم که من یه استوری گذاشتم، گفتم آقا من میخوام مثلا تو محرم ویدیو طنز بذارم و اون تبعاتو داشت، میدونی؟ یا بهت گفتم که یه آدمی منو چشم بسته اینجوری سوال جواب کرد، اینا رو گفت، در صورتی که من چیکار کرده بودم؟ من یه حرفی زده بودم، یه انتقاد کرده بودم. خب ولی اگر من اونجوری رفتار میکردم طبق میل اون آدمی که داشت از من سوال جواب میکرد، شاید من اونجا نمیرفتم. اگر اون کارو، میدونی همه آدما اینجوریانا، این وری اون وری، بالا پایین چپ راست، با هیچی، همه تا وقتی با هم اینو یاد نگرفتیم که هممون آجی بیایم با طرز فکرهای مختلف دور هم زندگی کنیم، از هم یاد بگیریم. همون داستانی که بهت گفتم، نگاه نکن کی میگه، نگاه کن داداش چی داره میگه. اصلا داداش حضرت علی اصلا الان تو میبینی میگه عرب بوده، فلان بوده، ویسار بوده. منم به والله نمیخوام بگم الان، اصلا منم ندیدم این داستانو، که منم 4 تا چیز شنیدم. من میگم 4 تا چیز خوبشو برداشتم، از مسیحیتم 4 تا خوب برداشتم، از زرتشتم 4 تا چیز خوب برداشتم. خفنی؟ بیا از همه خوبیاشونو یاد بگیر. خب و بتون با هر کسی، با هر جوری، با هر اعتقادی بشین کنار هم صحبت کنید بدون جنگ و دعوا و اینجوری با هم رفیق باشید. تا موقعی که تو با من هم سلیقه منی و من و تو توی راستاییم که این نشد رفاقت. که رفیق یعنی این که یه بار دستتو بگیره یه بار بزنه زیر گوشت. رفیق یعنی این که هممون هر کدوم اول برنامه گفتی 3 نفر با 3 تا نگرش مختلف کنار هم نشستن. این درسته داداشم. نه اینکه من بیام زوری به تو بگم نه علی این درسته، انرژی درست نیست، تو بگی فلان نه درست. نه حاجی، خیلی با عشقی مگه ما بشینیم دور هم دیگه خیلی کارهای خفنی میتونیم ما باید ببینیم از چیا آرامش گرفتیم، بیایم اینا رو به هم یاد بدیم دیگه. الان مثلا یه داستانی که چند وقت مثلا من رو تو درگیرشیم، فست کردن. آره حالا اسمای مختلف داره ولی موضوع همینه که چرا اسمای مختلف داره. بعد اصلا میبینی داداش روزه بوده مثلا الان شده فست کردن. فست کردن رو قبول میکنی ولی نگاه نمی کنی. قدیم حاجی روزه میگرفتن، شاید روزه هم واسه همین بوده. حالا من کاری ندارم روزه الان یارو میگیره چند ساعت نمیخوره، یهو بعدش زول بیابان یه چای کباب فلان 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 میخوره، ولی اونم یه علمی داشته نسبت به زمان و دوره خودش داشته اینو. و من میدونی با چی مخالفم، با چی مشکل دارم، اصلا چی میره رو مخم داداش؟ چرا اینو بسته نگر میداری؟ اصلا تو هر دینی، تو هر جامعه‌ای، تو هر مدلی که هستی، تو اصلا چه یقتو اینجا بستی، چه بازی، چه مدرنی، چه قدیمی، هر چی. با بابام من این صحبتو میکنم، میگم چرا اینو بسته نگر داشتی، راه نمیدی؟ این میتونه 1000 مدل داده و دیتا و 1000 مدل چیز مختلف تو خودش سیف کنه. چرا فقط روی یه چیز وایسادی؟ فکر کن، به بقیه چیزا فکر کن. همون جوری که من فکر کردم روزه بوده قدیم، الان میگم فست. این چه میتونه، چه جوری میتونه همچین؟ اصلا اون از کجا آمده؟ کی به اونا همچین علمی رو داده؟ یا یه سری داستانا رو تو قدیم اصلا تو زمان مثلا چه میدونم باستان مصری ها فلان رعایت میکردن که الان ما داریم مدرنش رو انجام میدیم. به اونا کی این علمو داده؟ چرا داده؟ فکر کن. بسته نگر ندارینو، فقط وای نست روی یه چیزی بگو سفت. تنها چیزی که تو سفت باید روش وایسی هدفته. چیزایی که میخوای بهش برسی، کارهایی که میخوای انجام بدی، آیندت، آینده کشور، آینده چه میدونم جمعیت، آینده جهان، آینده کره زمین، رو این باید سفت وایسی. ولی رو باورات، این که یه چیزی هست نه به بقیه چیزا فکر کن. همه چیز امکان داره، همه چیز میتونه باشه. مثلا تعصب، چرا باید تعصب داشته باشه یه نفر؟ مثلا روی همین اسمای مختلف، مثلا من بیام بگم من امروز روزه میخوام بگیرم، بعد طرف نمیاد به اصل موضوع نگاه کنه که آقا من چرا دارم این کارو میکنم. من کلا از این هر اسمی که داشته باشه این فعل
میخوام این کار انجام بدم که یه ذره بدنمو استراحت بدم، احمام و احشام معده یه ذره استراحت کنم، اون یه ذره چی کنم. ولی درگیر اسمیم دیگه، من هرس میخورم چرا درگیر اسمیم. بعد داداش چرا سفت وای میسی؟ آقا شما دوست داری گیاهخواری کنی، شما دوست داری یه مدل دیگه ای از این داستان رو تجربه کنی. خب من اصلا دوست دارم گوشتخواری کنم، مثلا برای مثال دارم میگم، من دوست دارم گیاهخواری هم حتی امتحان کنم و میکنم. میدونی تو میدونی من این کارو میکنم، امتحان میکنم، سفت وای نمیسم من یه گوشتخورم و باید گوشت بخورم، نه میام ولی میگم علی من راجع به گیاهخواری اینم خوندم، فلانی رودش مثلا خونریزی کرد فلان فلان فلان، ولی باز میگم این کارو خودم هم انجام میدم، میخوام ببینم مثلا این چه فازی میده، فسر رو انجام میدم، اینو انجام میدم، اونو انجام میدم. ولی داداش من سفت روی این قضیه که تو میای میگی من گوشتخوارا فلانم فلان، بیام کامیونیتی چیز تشکیل بدیم با همدیگه گوشتخوارا رو پاره کنیم، بیایم با همدیگه یه نمیدونم جماعت رو تشکیل بدیم، مثلا کسایی که فلان. داداش همون داستانی که تو توی هند دیدی میشه مثال درست این قضیه. تو دیدی آدم میشه دبی، آقا آدما با چیز. ولی داداش من چرا اینقدر سفت؟ من اگه سفتم پای چیزی وایسادم برای خودم وایسم، من نمیام برای تو داد بزنم هدف من رسیدم به فلانه، نه من روی این سفت وایسادم رو هدفم، توی دل خودم تو دفتر خودم نوشتم، پاش وای میسم کارامو انجام میدم. بابت بقیه داستانم من گیاهخوارم، برای خودمم سفت وایسادم، برای خودم، به تو تحمیلش نمی کنم یا با تو جنگی ندارم. تو میتونی در کنار من گوشت تو بخوری من گیاه و اصلا من کاری ندارم، تو با لذت داری میخوری منم با لذت میخورم، اصلا من لذت میبرم از اینکه تو داری با لذت اینو میخوری. وای حیوانهای بیگناه کشته شدن فلان شد بهمان شد اینجوری شد اونجوری شد. آقا اوکی تو این کاره رو داری میکنی، تو این مسیر درست، اصلا بیا 4 تا خوبیش هم به این آدم توضیح بده، بگو برادر من اینه، بذار اون خودش انتخاب کنه. تو خودت جلوی انتخاب دیگران رو میگیری، میخوای تحمیل کنی، بعد میخوای خودت راحت اختیار داشته باشی انتخاب کنی. چه فازیه؟ عجب حرفایی زدم حاجی، پشمام ریخت. هست هستن واسه همینه بچه‌ها دارم میگم تو جمعمون حرف میزنیم چیزای باحال میگیم، مثلا راجع فیلم صحبت میکنیم، مثلا تو تکنولوژی رو داری امروز روز میبینی، علمم داری میبینی. یکی مثل دکتر استرنج علم و قبول داشت تو مارول، میگفت آقا علم اینجوریه، میره پیش زنه، حالا نمیدونم تو تبت کجاست و اینا، زنه خیلی یه زن خوش انرژی باحال، برمیگرده بهش اینجوری کنه، میگه که مثلا تو وقتی یه عصب و پیوند میزنی تو این کارو انجام میدی یا سلولای بدن یارو، میگه سلولای بدن یارو، بعد برمیگرده بهش میگه که خب حالا فکر میکنی تو اونو درمان کردی یا سلولا، میگه خب سلولا. میاد یه کتاب بهش نشون میده راجع به چاکرا، میگه اینو دیدی، میگه آره توی این خاربار فروشی‌ها و سوغاتی فروشی‌ها فلان، میگه این یکی چی، میگه آره، میگه مثلا داری منو مسخره میکنی، داری چیزای جادویی و فلان و اینا رو مثلا بهم نشون میدی. همون آدم همون جوری درمان میشه، با همون علم، با همون اعتقادات، با همون داستانا، با اون انرژی، آره با اون انرژی درمان میشه. و یارو میگه خب بیا اینو توضیح بده، روحو از بدنش خارج میکنه. میدونی چند تا لایه میشه. میدونم خیلی حرف زدم ولی اینم بذار بگم. با یکی از دوستان چند روز پیش صحبت میکردم، گفتم خوبترین آدمی که تو زندگی دیدی کی بود؟ برگشت گفتش که من دختر خالم بود. گفتم دختر خالت چرا دختر خالت؟ برگشت گفتش که دختر خاله من 26 سال پیش سبک زندگیشو عوض کرد. گفتم چیکار کرد؟ گفت رفت توی از همین معبدای اینجوری شروع کرد اصلا اونجوری زندگی کردن. 40 روز روزه سکوت میگرفتن، همینجوری اصلا بهشون یاد دادن که غذا خوردن یه جور دیگه است، بدنشون رو بهتر شناختن. گفتم چرا خفنه؟ میگفت وقتی با این آدم صحبت میکنی اصلا بدی رو نمیبینه، باهاش بد حرف میزنی اصلا ناراحت نمیشه، بهش فوش میدی اصلا ناراحت نمیشه. میگفت اصلا این آدم چیزی به اسم مثلا بدی یا چیزی به اسم مثلا چه حال بد رو تجربه نمیکنه، انرژیش همیشه بالاست و وقتی وارد یه جمع میشه همه حالشون خوب میشه. خب میگفت و فقط نکاتی و حرفایی که داره میزنه حرفاییه که توش پر از انرژی، حرفای خوب و حرفای مثبته و همه عاشق این آدمن. خب اونجا توی اون سبک زندگی همچین چیزی رو یاد گرفته، میدونی؟ یعنی اون ور داستانم هست.
کسایی که روی علمم هستن، عالمن، حتی فیزیک دان، یارو فیزیک کوانتوم هم میخونه، بعضی وقتا یه چیز به یه چیزی برمیخوره که هیچ منطقی براش وجود نداره. دقیقاً من خودم هم اینجوریم. از یه جایی به بعد متوجه شدم که هیچ چیزی رو 100% قبول نکنم یا رد نکنم، هیچ چیزی هم 0% رد نکنم. همیشه یه احتمال 1% بعد بذاره دیگه آدم. نظر شما راجع به فمینیست چیه بهادر؟ فمینیست هر روز به من زنگ میزنه. ببین من و تو داریم میریم شمال، درست. خب توی جاده ایم، با ماشین من داریم میریم، تو ماشین من نشستی، موزیکایی که میذاری اصلا سلیقه من نیست. خب این چیز واقعیه دارم میگم. آیا تو مسیر ماشین پیادت کرده؟ نه آقا اون کسی که با شما توی مسیر زندگی قرار داره قرار نیست اون چیزی باشه که شما هم دوست داشته باشه. این میشه آقا این آدم با اون موزیک حالش تو اون جاده خوب بود، منم توی مسیر بودیم، هدف یه جا بود، یه جا شروع کردیم، با هم بودیم، توی ماشین بودیم، ولی چون من این موزیک اینو دوست نداشتم بهش فوش ندادم، من ماشین پیادش نکردم. این میشه اعتقاد، این میشه احترام گذاشتن به بقیه. اصل اعتقاد من اول گفتم یعنی احترامه، بر اساس احترام باشه. چیزی که من بهش اعتقاد دارم باعث بی احترامی به تو بشه، نباید من بهش اعتقاد داشته باشم. آقا تا موقعی که آسیبی به من نمیزنه به نظرم این بهتره. آسیبی به من نمیزنه داستانی، ولی اصلا آسیب به تو میزنه، به من نمیزنه که. اعتقادات تو به تو آسیب میزنه دیگه. دقیقاً. به من که نمیزنه، پس من چرا باید بیام کاسه دختر از آش بشم؟ اگرم این اتفاق داره میفته، ببین تا یه جایی امکان داره یه سری رفتارهای تو یا یه سری کارهای تو به من آسیب بزنه. دیدی مثلا اینو شنیدی، میگن طرف برمیگرده میگه که من با کسایی که مثلا همیشه ضد حالن، همیشه مینالن، همیشه فقط دارن مینالن، من خودمو از اونا کشیدم بیرون، خب، و حالم الان بهتره. یا از آدمایی که ازم دارن فقط سوء استفاده میکنن خودمو جدا کردم، حالم الان بهتره. خب اون آدما داشتن به تو آسیب میزدن و داشتن یه چیزی از تو میکندن، داشتن انرژی تو مثلا. ببین واقعی همچین داستانی، اگه هر روز من بیام اینجا بشینم بنالم هر روز ای فاز بد فلان، جایی که نه، به خودمون که میتونیم حال خوبه رو منتقل کنیم. ما شاید الان هر کدوم مشکلات خودمون رو داریم، ولی وقتی جمع میشیم آقا چیکار کنیم، چی بسازیم، چیکار نکنیم، اینو بزنیم، بچه‌ها میرسیم فلان میکنیم و حالمون خوب میشه واقعا. خب تا اینکه هر روز بیان حاجی دیدی فلان شد، دیدی حاجی بیسار شد، دیدی آره خیلی وقت اصلا راجع به موضوع صحبت دیدی اونجوری شد، دیدی آره اینجوری شد. من به خودمون افتخار میکنم بچه‌ها. صحبت نمی کنیم چون که داداش هست وجود داره، ولی ما دیگه اگه فهمیدیم که همش قرار باشه به اون، داداش هر روز ما هم هی شلتر و دیگه اصلا کی پس دیگه کار کنه، کی چی کار کنه. من محرم دم ایسق صلواتی وایساده بودم، یه دختره عکس گرفت دایرکت واسم فرستاد، واقعا فکر نمی‌کردم اینجا باشی، هنوز به این چیزا اعتقاد داری. خودش تو خیابون بود، داشت میرفت دنبال یه جا میگشت غذا بگیره، بعد واسه من عکس فرستاده بود که تو هنوز به این چیزا اعتقاد داری. کسافت، تو خوب حداقل وایسادم، تویی که خودت کلیت مثال دارم میزنم همه قابل لمس باشه واسه همه درک کنم، تو خودت چیزیو که توش هستی ولی یکی داره از راه درستش به اون چیز میرسه و زیر پا له میکنی. ببین یه چیزی هم خیلی بامزه، ما یه جمع پارتی کن بودیم، نشسته بودیم داشتیم چیز میکردیم، داشتیم صحبت میکردیم و اینا، بعد ایران هم نبودیم، داشتیم پارتی کرده بودیم، مثلا 3-4 روز هم گذشته بود، آره افتری و اینا، نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، چون اصلا خود پارتی کردن واقعا یه جور تخلیه انرژیه. من که نبودم. خب نه تو نبودی، نه داشتیم صحبت میکردیم راجع به یه داستانی خیلی جالب بود. خب که اون رفیق من و اون رفیقم بعضی وقتا حتی مدامه ما راک گوش میدیم، من عاشق لینکین پارک هم، عاشق لیمپ بیزکیت هم، عاشق چه میدونم متالیکا هم، عاشق نمیدونم اسلیپ نوت هم، مثلا من چیزایی رو گوش میدم و چیزایی رو نگاه میکنم که از دیده یه آدمی که مثلا اعتقاداتی یا اعتقادیه خیلی وحشی
وحشی و دارک و خیلی عجیب غریبه از دید یه آدم مذهبی. ولی من و اون رفیقم داشتیم مداحی گوش میکردیم بلند صفر بعد لینکین پارکا و باهاش میخوندیم داد میزدیم فلان میکردیم. میدونی میخواد بعدش همون وایبو نمیده بعدش نگوش کن. میخوام اینو بهت بگم که داداش توی اون محیط هم وقتی جمع میشن و مداحی میکنن و سینه میزنن از آدمایی که رفتن اون تو و بعدش اومدن بپرس که چقدر سبک شدن. خب اینم باز میشه داستان انرژیه. میدونی همه روی یه چیزی تمرکز کردن و دارن به اون فکر میکنن در لحظه و یه جورایی. خب این داستانم داداش تو قبایل مختلف رو نگاه کن، سرخپوستا یه جوره دیگه برگزار میکردن این آیینو، جمع میشدن با یه سری صداها و یه سری میدونی مثلا نیزه ها رو زمین زدن سینک میشدن. آره و با هم دقیقاً سینک میشدن، یکی میشدن و خالی میکردن اون انرژی رو و به یه چیزی میرسیدن اونجا و وصل میشدن به یه داستانی. امروز روز داری میری این انرژی خیلی توجیه داره واسه همه ی داستانا. خود من تو مراسم مداحی رفتم و واقعا هم سبک می شدم وقتی می اومدم از اونجا بیرون. پارتی هم کردم و واقعا بعد پارتی هم یه جور دیگه تخلیه می شدم. خب کلیت داستان بازم روی، ولی این بده، این منو ناراحت میکنه که من اینو پذیرفتم. خب ولی اگر من میبندم باهات، من دارم رفیقای مذهبی خیلی زیادم دارم که خیلی مثلا یه جورایی اونقدر منعطف نیستن رو مسائل. بشینیم بغل هم دیگه، من مداحیه رو با عشق باهاش میخونم ولی اون نمیتونه با عشق بشینه بغل من اون لینکین پارک رو و منو قضاوت میکنه بابت دیدن اون یا شنیدن همچین داستانی. متقابلا نیست دیگه، احترام متقابل اونی که بهادر جان من کوتاه میگم ولی گزیده میگم. گل گوی گزیده گوی، کم گوی گزیده گوی. کم میگم ولی گزیده میگم. آره حالا این ویدیو میره تو پلیلیست اعتقادات چون راجع به خیلی چیزا داره. بلیفز میشه، صحبت خودمونیه دیگه. ببین صحبت خودمونیه. نه آخه بعدا میخوام راجع به آدم فضایی صحبت کنیم. تو آدم فضایی اعتقاد میبریم رو پلیلیست همین اعتقاد، یعنی یه پلیلیست جدا بسازیم به اسم اعتقادات. آره هر کی هم آوردیم مهمون برنامه اصلا آره شروعش راجع به اعتقاد، به این اعتقاد داری. انگلیسیش چی میشه؟ بلیفز بود. بلیف آره دیگه. این یه جورایی مثلا دینی شد و یه جورایی مذهبی شد و یه جورایی انرژی و یه جورایی کلا باورای خودمون بود. همه چی توش هست. ولی کلیه ببین من بچگیم تا الانم، خب چقدر تایم داریم؟ چند دقیقه. من بچگی تا الانم خیلی بامزه است. من همه چیزو دیدم، همه مدل رو تجربه کردم. سخنرانی هایی که من نشستم پشمات میریزم، بگم مثلا پای صحبت کی نشستم و کارهایی که مثلا یه سری از بچه محله قدیمه ما رفته بودن آمیم گفته بودن این لاشیا میبینی الان اینجوری فلانایی میونداره هیئت بود. خب ولی و همه این داستانا رو دیدم. خب و قشنگ میگم دارم یه چیزی درست میکنم، یه پازل به قول تو درست میکنم که هیچ وقتم تکمیل نمیشه. این یه پازلیه که تو هر چقدر بفهمی بازم هیچی نمیفهمی. ببین مثل چیمونه میلاد، مثل اون وارکرافت بازی میکردی. آره وارکرافت مپ سیاه بود دیگه. آره. ناآشنا بود. تو میرفتی روشن میشد. تازه باز آره. میخوام از این حرف به چی برسم؟ برو پیدا کن، برو دنبالش، اصلا بابا اصلا برو دنبالش، بگرد، همه رو گوش کن. بعد ببین من تو همه مدل آدم به خدا قسم تو همه مدل آدم خفنشو دیدم. یعنی با هر قشری، با هر مدل سبک آدمی بودم، خفناشو دیدم، خوش انرژیاشو دیدم، بعد باهاشون در ارتباطم. بعد خیلی باحاله، من الان با یه سری آدم در ارتباطم که این داستانه رو داریم. یعنی اون میدونه امروز من با چیا حال میکنم و چه جوریم و اونم یه جور دیگه و یه چیز دیگه. خب یه سبک دیگه، یه مدل دیگه با یه اعتقادات دیگه. ولی وقتی میشینیم کنار هم دیگه، این تحمیل نکردنه و اصلا همه چیمونو وسط ریختنه و راجبش صحبت کردنه انقدر حال میده، انقدر قشنگه و انقدر چیزای خفن یاد میگیری. به نظر من جامعه امروز اینو میخواد که آقا بیایم بشیم یه جایی
دبی بابا به قرآن ولم کن، اینجا جر میده دبی و اینجا جهانو جر میده. ما همه چی داریم، فقط باید آموزش بدیم، فقط باید این باگا رو بگیریم، فقر رو درست کنیم، بیایم حال مردم رو ردیفش کنیم. بعد وقتی تو حالت ردیفه از من میپذیری دارم حرف میزنم. الان اگه یه آدم گرسنه بخواد این پادکست رو نگاه کنه، همش حواسش به معده‌شه، همش حواسش به گرسنگیشه، میفهمی؟ همش درگیر این داستانه که خب بابا چی میگه، یه ساعت من بشینم اینو نگاه کنم، برم با دنبال نون باشم، برم فلان کارم مهمتر انجام بدم. خب خیلی پیش نیاز داره دیدن این پادکسته، یا حرفای بزرگتر از این یا چیزهای بزرگتر رو یاد گرفتن پیش نیاز داره داداشم. ولی باور کن میلاد، این که اول حالت خوب باشه بعد معدت رو سیر کنی، اون غذایی که خوردی داره هضم میشه، اون انرژی که اون غذای داره بهت میده یه چیز دیگه است تا اینکه مثلا با هرس و جوش خوردن و با حال بد و از راههای اشتباه بری مثلا معدت رو سیر کنی. اون میشه همون تکرار مکررات و همون حال بدیه میره جلو. میدونی مثل اون چیز است، تو همون مسیری، اشکال و ظواهر تو عوض میکنی ولی تو همون مسیره رو بعد با اینجا عوض کرد دیگه. هیچ چیزی هم نه خوبه نه بد مطلقه، خوب و بد تو برای فقط تو میتونی تعیین کنی. میدونی چی میگم؟ اون روز هم داشتیم صحبت میکردیم، اگه یه سوپر هیرو باشی یه سوپر ویلن باشی، در هر دو صورت هم بدخواهات تو داری هم فناتو داری. بچه‌ها یه چیزی که داره میگه خیلی باحاله بهادر. یه بار من چیزا اند گیم مثلا مارولو فکر کنم تا حالا 4-5 بار دیدم، جفت قسمتاشو. خب بعد اند گیمو من اومدم 2-3 بار اون قهرماناشو نگاه میکردم و زندگیاشون رو. یه روز که اینجا دیگه حال بد داشتم و دیگه اصلا چیز بودم، داشتم از دید اون شخصیت بده نگاه میکردم. خب تانوس، آره داشتم از دید اون نگاه میکردم و دیدم حاجی اونم یه از دید اونم نگاه کنی و وقتی فهمید تا آخرت نگاه کردم، یعنی از دید اونم یه جور برام قشنگ بود این فیلمه. خب یارو یه هدف داشت، اصلا نمیخواست رو جهان حکومت کنه، خب میخواست جهان جای بهتری باشه. من به درست و غلط این بشکنه کاری ندارم، به این که رو هدفش وایساد و اینو پشمام ریخت. وقتی به هدفش رسید طرف رفت تو یه سیاره بی سکنه، کلا خالی از سکنه، رفت یه سری کمبوزه مانند میچید، آشپزی داشت میکرد، لباس زره و آویزون کرده بود جای مترسک، زندگی بدوی. و خب رفته بود اصلا دنبال زندگی بدوی، غروب آفتابو میشست نگاه میکرد. میدونی از دید اون چند بار تا حالا نگاه کردی اونو؟ تا حالا خودتو جای اون گذاشتی اصلا؟ یا فقط اونو به عنوان یه چهره بد؟ چرا بعضی چهره های بد تو بعضی سریال ها یهو شخصیت خفنه میشن؟ اون جایی که شخصیت بده میاد یکی دو تا از درونشو میریزه بیرون. مثلا دیمن توی این سریال ومپایر دایریز بود، طرف ازش میپرسه میگه چرا نمیذاری همه خوبیاتو ببینن، انقدر تو صفات خوب داری؟ میگه اون موقع همه ازم انتظار دارن که آدم خوبی باشم. خب ببین شخصیت بدا هم اگر دید اون شخصیت بد تو بشینی نگاه کنی، خودتو جای اون بذاری، بعضی وقتا میبینی که حاجی اونم یه شخصیت خوبه، تو بهش توجه نکردی، یا اونم توی خودش چیزا. خود تانوس زمانی که داره دخترش اون سبزه رو روی صخره وایسادن، اصلا اونجا باور نکردنی ترین سکانس داستانه. اونجایی که بعد قربانی رفته بودن سنگ روحو بگیرن، سنگ روح زرده، آره رفتن اونو بگیرن. دختره گفت خب بیا تو اینجا باید یه نفر از عزیزاتو فدا کنی، تو عزیزی نداری. یهو اشک از چش تانوس میاد، یارو سوپر ویلن شرور زیاد، اشک از چشش میاد. دختره اونجا میفهمه که چقدر اینو دوست داشته و اون به خاطر هدفش حتی اونم فدا میکنه. میدونی؟ گوسبام شدم اصلا. میتونی جای اون بذاری؟ اصلا تو میتونی همچین انتخابی بکنی تو بعضی شرایط. زن ایلان ماسک میاد و میگه که من فهمیدم ایلان ماسک خیلی چیزا رو از نگفتن به دست آورده، به خیلی آدما گفته نه، خیلی راحتم نمیگه. خب تو میتونی خودتو جای اون، من تو الان من پول میخوای، من راحت بهت میگم نه.
خب تو از من ناراحت میشی که بهت گفتم نه، ولی میتونی خودتو جای من بذاری، از دید من این قضیه رو نگاه کنی. باید بتونیم خودمونو بذاریم جای هم دیگه. بریم واسه اوترو. دمتون گرم که این صحبت سری رو بحث گوش کردید. جذابی بود. اینو اگه موافق بودید حتما کامنت کنید واسمون. آره بحث باحالی بود. آره تو تیتراژ برنامه هم میاد. منو درگیر خراب کردی همه چیز و خودت چدقانم رو به روشه. خراب کردی همه چیز. یه دونه قرای نکن. یه دونه دیگه بود. نه من اونو دوست دارم، اون که برمیگرده میگه که چه جوری رود میشه اسمم بیاد جایی نمیری، چه جوری میتونی. من اینو بزنیم تیتراژ برنامه فعلا. چاکرم.